و هیچ چیز نیست به الله تعالی مانند نیست. ما همه این را بیان خواهیم کرد. و پیش از اون که برادرها همین مسئله رو صحبت کنیم، یعنی یک چیز میخواستم برای شما تاکید کنم. در گذشته به ما این چیز کمتر شاید که در گذشته ما این اعتبار نداده بودیم یا اینکه در اصلا صحبت نکرده بودیم، امروز بشه در اطراف اون صحبت میکنیم. و این است که شناخت اصول دین، شناخت اساسهای هدایت و راهنمایی و این بهترین چیز است که دلی بنده اون رو کسب میکنه، دلی بنده به اون هدایت مییابد و این بهترین چیز است که عقل آدم اون رو درک میکنه. مقصد من هدایت یافتن به اصل دین، هدایت یافتن به اساس دین. خب پیامبر علیه السلام همه این چیزها رو به طور باید و شاید برای ما فهموندن دوستو. یعنی که در حدیث اومده است که پیامبر علیه السلام میگه ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. یعنی که اینجا پیامبر وقتی گفتن که کلمه بیضا گفتن، یعنی که بیضا اینجا حجت واضح است، یعنی که من شما را به یک چیز روشن، یک مثل روز روشن، حجت های، برهان های، دلیل های براتون گذاشته رفتم که لیلها کنهار، شبش هم مثل روز روشن است. یعنی چنان دلیل واضح هست که شب است مثل روز روشن است. گفتن لا یزیغ عنها الا هالک، از این راه نمی لغزد، از این راه دور نمی شود، از این راه بیرون نمی شود مگر شخصی که هلاک یافته شده باشد یا اینکه هلاکش یقین باشد. لا یزیغ عنها الا هالک. یا در حدیث دیگر پیامبر گفتن که ما بعث الله من نبی الا كان حقا عليه ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم و ینهاهم عن شر ما يعلمه لهم. یعنی الله تعالی پیامبر رو نفرستاد مگر اینکه یعنی که بر آنها فرض کرد، واجب کرد، حتمی کرد که دلالت کند امت خودش رو هر آن نیکی که میداند دلالت چون کند، راهنمایی کند و هر بدی که میداند امتش از آن برحذر دارد و از این چیز امت خودش رو نهی کند. یعنی این یعنی که از مسلمات دین است. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه میگه که لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه شيئا، یعنی ذکر لنا منه علما. پیامبر علیه السلام وفات کردند در حالی که در آسمان پرنده نیست که قنات خودش رو چپ و راست میگرداند مگر اینکه درباره آن برای ما علم گذاشته رفتند، یعنی که دانش برای ما از آن گذاشته رفتند. این معنی چی رو دارد؟ معنی داره که پیامبر علیه السلام تمام جزئیات را به صحابگانش خبر دادند. یا اینکه حدیث سلمان فارسی است، برادر دو روز اون نوار گذاشته بود، دیدم خیلی ماشاءالله مردم هم خیلی گوش کردم. در چطور سلمان فارسی مثلا میگه که قال قیل له قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءة، یعنی پیامبرتون برای شما همه چیز رو داد حتی که قضای حاجت رو. یعنی که اینجا شاید کم مردم فارس پرسیدن اینه، چون که علمکم نبیکم از سوال معلوم است که پیامبرات چی، پیامبر شما یا همه چی رو دانوند، یعنی برای شما خبر داد. و سلمان فارسی جواب فقال اجل بله لقد نهانا ان نستقبل الغائط نستقبل القبلة بغائط او بول. بله پیامبر ما رو منع کردن از اینکه قبله رو استقبال کنیم هنگام اخلاط کردن یا اینکه هنگام پیشاب کردن. بعد گفتن که او نستنجی بالیمین، یا اینکه به دست راست استنجا کردن پیامبر منع کردن. او نستنجی باقل من 3 احجار، یا اینکه از 3 بار کم استنجا کردن پیامبر ما رو نهی کردن. میگه او ان نستنجی برجیع او عظم، یعنی که با بازمانده ها، مثلا از بازمانده که سرگین خر است و سرگین شتر است یا اینکه استخوان است، به اونها استنجا کردن منع کردن. برادران مثلا این چیز برای اون است که شاید بعضی حیران شدن که چرا اینجا سرگینی اونها رو در قبض شده است، چون که در منطقه عرب مثلا مثل ما خاک نیست که اونجا کلوخ باشد و چی باشد. برای همین گم که سبب این آوردنش این است که اونها که در جایشون کلوخ کم بود، پیشتر هم اگر ادمای کلان سلطر بیناتون باشن، اگر انسان ها در توالتشون بوماگ نیو همین کلوخ رو استفاده می‌بردن برای تازه کردن همون نجاستشون. خب بعد
برای ما سلمان فارسی میگه که تا همین چند عدد استفاده برداشتن پیامبر برای ما تعلیم دادن میگه صلی الله علیه و سلم. و این یعنی که چی هست یک نمود گوییم که این معنی داره که تمام جزئیات دین آموخته شده است. یعنی که ما اینجا هر چی که میگوییم تکیه میکنیم بر احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و هر چی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است. یعنی برای شما من به این جمله هایی که از خواندم برای شما یا که حدیث هایی که خواندم میخواهم بیان کنم که علم عقیده یعنی که اصل دین و اساس دین است. مادامی که پیغمبری ما به چند سنگ یا کلوخ استنجا کردن خبر داده باشند، مادامی که درباره در هنگام توالت قرار داشتن توالت قبله رو نگاه کردن یا اینکه قفا کردن به قبله رو برای ما منع کرده باشند، یعنی همه این جزئیات رو برای ما تعلیم داده باشند، انیق است که در علم عقیده پیامبر علیه السلام اگر اینا یک بار گفتن شاید که عقیده رو 10 بار و 20 بار و 100 بار برای صحابه تاکید کردن، چون که عقیده این اساس هدایت است، اساس راهنمایی است. عقیده چیزی است که انسان با اون یا جنتی میشه یا دوزخی میشه. بنابراین در این چیز شریعت خیلی برای ما ممکن روایت های زیاده گذاشته رفته است و بیان کرده. استاد بخشش پیچ گفتم اگر امکانش هست مرا ادمین مونین نه چه کنم برادر ما کو باز یک بار فراموش پایان داشت شاید وقتی میجخن جا میگن نه کی را ادمین موندن در کار. خب یا وش محکم کنم کامنتر چیفته کامنتر رو قطع کنین. اگر ببینید مرا همونجا میگن نه پایان همونجا که کامنتر رو قطع میکنین همونجا شاید سوال میبینم که کی را ادمین میخوان مونید. добавить مدیریت مدیریت کنیم استاد. به فکرم آدمی که همینجا هست میشته باشه در چیز باید چهار استاد بله. نشد استاد؟ نه من یافته نتونستم اینجا نام شما رو یافته نتونستم. شاید از بالای مده یک بار زیر میکنین میگه ادمین شما از طرفی که نامو هستن که 4 نفر هستیم. نشد راستی با همون پیش برمان با همون سپیسکه برمان نشدم؟ بولوش از این گفته است. در بولوش یک بار زیر میکنین نامی مرا در بولوش یک بار زیر میکنین. کی برامد اینجا؟ علی محمد چی برامد نام شما نبرامد؟ بالا از طرف بالا هست که نامو 4 نفر از در اکران هستیم. بالای نام میریم در یک بار زیر کنین سوال پیدا می شود. فقط ادالید برامد اگر برادر دیگه چی نیست. خیر باشه استاد خیر نشد چی میکنیم یک دقیقه من اینجا من خواستم بعضی گروه ها را داخل بیرون داخل کردن گیرم برای اموناشون گوش کردن بعد بعضی چیزها را کامنت را اگر من ادمین باشم کامنت را قطع هم که نکنیم بشود مثلا جو خدا ایستین گفت است. خب به هر صورت دفعه دیگه استاد را تجربه میکنیم بعد میکنید در باقی مدیریت ما ادالید میشه دیگه خیلی ایلاج ندارم از اون پایین هم نمیشه ده؟ خب خلاصه نه خیلی باید درس آینده حساب بریم. خوفم خیر است. خب استاد جا یک دقیقه بخشیش دوستا لطفا بین خود همین لایک نمونین. لایک میمونین میچسبه آخی درس نمیشه با گوش کرده. بعضی برادرها اینترنتشون ضعیف است نمیتونن درس پیگیری کرده. لطفا لایک نمونین. همین گپ تکراری به تکرار میگیم مردم با همین کارشون هم میکنن.
میخواین خدمت کنین، امی درس بر رفیقاتون، دوستاتون، هر کسی که میشناسین روان کنین. هر کدامت به 10 نفر روان کن. اگر 10 نفر 5 نفری هم اگر داخل درس شوند شما اجر ثواب میگیرین. لایک نمونین لطفا. لایک میمونین سخت ناراحت میکنین نورا از این کارتون. سبب میشه که درس دیگه رو گوش کردن نمیتونن. بله. بخشش سودا که کامنت رو قطع کنیم میشه دیگه. قطع کردم دیگه. یا نشد قطع کردم. بله. خب یا عباره دیگر از حضرت عمر است رضی الله تعالی عنه در بخاری میگن که قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسي من ذلك من نسي. میگن که پیامبر روز میگن برو مدن در چیز و در اطراف چی صحبت کردن، از شروع شدن آدم، از ساختن آدم تا قیامت و تا آدم جنت در آمدن تا دوزخ در آمدنش اطراف صحبت کردن و گفتن کسی حفظ کرد و کسی فراموش کرد. یعنی به همین اصطلاح حضرت عمر همین چیزا که برای دیگران بیان کردن. معنی این گپ چی است؟ یعنی که پیامبر علیه السلام همه چی رو برای امت خبر دادن. بنابراین حال ما اینجا بعضی چیزایی که برای شما گپ میزنیم درباره اسما و صفات، که درباره صفات‌های الله تعالی، این یعنی که یقینا است که پیامبر علیه السلام در اطراف اون صحبت کرده اند. مادامی که اینقدر چیزهای جزئی رو، یعنی که چیزهای میتونیم گفت که مایده شده که مثلا دخل شده آدم اون میکرده، همون چیزا رو وقتی معلومات داده باشن، چیزی که به ذات الله تعالی تعلق داره، چیزی که خدا رو برای ما شناس میکند و درباره چیزی که در دل هر یک مسلمان باید گره شده ایستاد، همون دعا مثلا، یا که همون چیز باید هر یک مسلمان باید داند و پیامبرم باید که خبر میدادن و خبرم دادن پیامبر علیه السلام. خیلی که از اینجا از بعضی حدیث ها برای شما مثال آوردیم. خب بسیار که در باب همه اسما و صفات داخل شیم برادر، باید یک چند نکته رو تاکید کنیم، چون که دیگر درس ما آینده درباره همین میشه شد یک چند درس. یکی است که اسما و صفات این یک چیز توقیفی هست. توقیفی معناش چی؟ یعنی یک چیزی است که فقط از طرف الله تعالی و پیامبرش معین کرده میشه و کسی حق نداره که به خداوند یا که به الله تعالی نام زیادی اضافه کند یا نام رو از پیش خودش حذف کند. یعنی فقط اون چیزی که در اون دایره اون چیزی که الله تعالی درباره خودش گفته است ما معلومات داریم و اون چیزی که پیامبرش درباره الله تعالی گفته است ما معلومات داریم. یعنی که اساسی معلومات ما رو همین دو چیز تشکیل میکنه. یعنی اون چیزی که خداوند درباره خودش در قرآن گفت و اون چیزی که پیامبرش محمد علیه السلام در احادیث گفتند. بنابراین یعنی وقتی گفتیم که توقیفی هست، معنیش که کسی از خودش چیز اضافه کردن حق ندارد در نام‌های خداوند، که در صفات‌های الله تعالی یا که در فهم صفات‌های الله تعالی کسی حق اضافه کنه یا کسی حق کم کردن اون را ندارد. خب دوم چیز است که الله تعالی خودش را وصف کرد، نفس خودش را وصف کرد، یعنی که ذات خودش را وصف کرد به صفات‌های، و وقتی که وصف کرد الله تعالی در قرآن مثلا نازل کرد همین چیز رو، این رو الله تعالی به یک قوم نازل کرد که مثلا زبان رو اون قوم میفهمیدن. یعنی که اون چی که الله تعالی برای مردم در اونجا نازل کرد این یا لغز نیست یا چیستان هم نیست، یعنی که کلمه های نیست که مردم گوش کنند و معناش نفهمند، یعنی که بلکه به یک زبان، به یک لغت الله تعالی اونها رو مورد خطاب قرار داد که آنها اون زبان رو میدونستند و میفهمیدند. خب یعنی دویم قاعده این است که ما نباید که همین چیزهایی که الله تعالی نازل کرده است و پیامبرش نسبت صفاتهای خودش لغز فهمه، یعنی که معناش اینا معلوم نیست، اینا معناش ما نمیدونیم، به این معنا یعنی که این فکری غلط است. و یا نکته دیگرش این است که اثبات کردن صفاتهای الله تعالی بدون تمثیل و تکییف و خدا رو پاک دانستن از مشابهت با صفاتهای مخلوقین، این یک قاعده دیگری هست. یعنی که وقتی که ما درباره صفاتهای الله تعالی گپ میزنیم باید که در ذهن ما چی باشه که خدا رو تمثیل نکنیم، یعنی که خدا رو به چیز مانند نکنیم، خدا رو به چیز شباهت نیاریم و این چنین خدا رو پاک داریم از همه عیب و نقصان ها هست. این است یعنی که مذهب علما رحمهم الله تعالی. خب شروع میکنم به کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این که به شرح عباره های امام رحمت الله علیه.
خب امام رحمت الله علیه در آخرین عباره‌ای که ما در اطرافش می‌خواستیم صحبت کنیم گفته بودن که لا یشبه شیئا من الاشیاء من خلقه ولا یشبهه شیء من خلقه. ما اونجا اسحاق بن راهوی استاد امام بخاری، همون شخصی که بخاری رو ترغیب کننده بود که به همین کتابی صحیحش رو نویسد، میگن که من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من المخلوقین فهو کافر بالله العظیم. یعنی کسی که خدای تعالی رو که یکی از مخلوقاتش، خب به انسان باشه خب به غیر انسان، خب جاندار خب به جان، اگر خدا رو به چیز تشبیه کند، خدا رو به چیز مانند کند، و انسان گفتن از دین میبرد و انسان به خدای بزرگ کافر شد. اینا در بعضی در واتساپ مرا زیاد نوشتن که کجا را خوانده استین، از کتاب خوانده استین؟ گفتن میگم ما نیافتیم که شما از کجا شروع کرده سوال کردیم. ما همون عباره و اخیران عباره که و گفت که الله واحد لا من طریق العدد ولكن من طریق انه بعضی که ما تمام شد کو الجنه و النار حق كله همینجا شروع کرده بودیم برادر. بله عباره والله اینجا ما برای خاطر اون تکرار آورده ایستادیم که اخیران درسمون همینجا بود، کمتر چسبونیم به درس که مردم فراموش نکنن، چون که همینجا اومدیم دیگه توقف کردیم اگر یادتون باشه دیگه. بله بله. عباره لا يشبه شيء من الاشياء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه تم جا استاد از همینجا شروع کنیم. بله 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 خیلی. خب این استاد بخاری صحبتشون بود خیلی گفتم. بیان که امام طحاوی رحمت الله علیه میگن که نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره لا تبلغه الاوهام لا ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام. یعنی که امام طحاوی وقتی کتابشون نوشتن در بداية کتابشون چی گفتن؟ هذا بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. یعنی که این بیان اعتقاد اهل السنة والجماعة و در اونجا همین عبارو آورده گفتن که ما در توحید الله تعالی در یگانگی الله تعالی اعتقاد ما این است که به توفیق الله تعالی میگوییم الله تعالی یگانه هست، شریک ندارد و چیزی مثل او نیست و چیزی الله تعالی را عاجز کرده نمیتواند و چیزی غیر از او دیگر خدای و معبود نیست و انسان به وهم خودش، یعنی که به خیال و تفکر خودش ذات خدا رو درک کرده نمیتواند و ولا تدرک الافهام ولا یشبه الانام. یعنی که انام اینجا مخلوقات است و شباهت به مخلوقاتش نداره، چی آدم و چی غیر آدم. خب بنابراین امام هم پیش از این جمله گفتن که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی ببینیم که امام ابو حنیفه چقدر به قرآن احترام داشتن که تا همین لفظهایی که در کتاب عقیدهشون استفاده بردن، یعنی که قدر توانستن از قرآن آوردن همون لفظها رو تا اینکه برکت کتاب بازم بسیارتر باشه. خب و علی قاری رحمت الله علیه وقتی این آیت خوندن در شرحش گفتن که این رد است بر کفار قریش، بر نصارا و غیره. یکی مثلا کفار قریش میگفتن که نعوذ بالله فرشته ها دخترای خدا هستند و مثلا نصارا میگفتن که عیسی پسر خدا هست و قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب این چنین یهودا میگفتن که وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. یهودا گفتن عزیر بچه خدا است، نصارا گفتن عیسی بچه خدا است، این مشرکای مکه گفتن که فرشته ها دخترای خدا هستند و همه اینها رو الله تعالی تکذیب کرد و گفت که چیز الله تعالی نزایده است و زایده هم نشده است، یعنی که این به الله تعالی زیبان نیست، به الله تعالی نمیچسبد و هاکذا. خب تشبیه گفتیم که در تشبیه دو نمود انسان ها گمراه شدند، یعنی که انسانایی که مخلوق رو به خالق تشبیه دادن یا اینکه خالق رو به مخلوق، یعنی که عکسش، یا خدا رو به مخلوق تشبیه دادن، یعنی که خالق الله تعالی رو به مخلوق، یا اینکه مخلوق رو به الله تعالی تشبیه دادن. خب یعنی که معنای الله رو به مخلوق یا اینکه مخلوق رو به خالق تشبیه دادن چی است؟ یعنی اثبات کردن بعضی چیزهایی که در مخلوق هست و اون خاص الله تعالی هست و چیزا یعنی گرفته به مخلوق نسبت دادن است. مخلوق به همون چیز، یعنی که مثلا مثل آدمایی که در ربوبیت الله تعالی شرک میکنن، اونایی که گمان میکنن که الله همراه الله تعالی یا خالق دیگری هست، مثلا اون که مشرکای مکه هم مثلا همراه بتاشون
یعنی که همون بت‌ها رو به خدا تشبیه، یعنی که بت مخلوق هست به خالق تشبیه میدادن. خب و اما تشبیه خالق به مخلوق باشد چی؟ یعنی که اینهایی که میگفتن که مثال در بعضی از صفات‌های فعلی الله تعالی مثلا خود میگیم که مخلوق این که خالق و مخلوق تشبیه داره، بعد از اون تعطیل کردن صفات‌های الله تعالی رو. مثل اونایی که وقتی که درباره صفت کلام گپ شد الله تعالی رو گپ زدنش، بعد بعضی گمراه شدن مثلا در این مسئله قبول کردن نتونستن، چون که در ذهنشون وقتی کلام گفتیم چی میاد، یعنی که باید که کلام باید به زبان باشه، به دهان باشه، این و اون باشه، به همین چیزا این صفات‌ها رو انکار کرده و راهگم زدن در همین چیز. خب برای همین باید ما یک خیلی همین نکته هایی که در اونجا تاکید کردیم در برادرها در چند دقیقه پیش، باید اون چیزا رعایت شود. یعنی که الله تعالی صفاتش ما اثبات میکنیم با اثباتی که در اون تشبیه نیست و در اون تمثیل نیست. تشبیه یعنی که مانند کنی به چیزی نیست و مثل کنوندن به چیزی که مانند کنی. اینم در زبان عربی کم در فرق میکنه تشبیه و تمثیل، گرچه که در تاجیکی گوییم که تقریبا یک خیلی ترجمه بشه مانند کردن، اما عربی مثلا چی میکنن که بین هر دو چیز کم در فرق میگذارن. خب برای همین یک چند قاعده رو باید پیش نظر گیریم، بازم نباید که تکرار کنیم برای اینکه فراموش نشود. اثبات الاسماء و الصفات بلا تمثیل، یعنی که یکم قاعده این است که نام ها رو اثبات میکنیم، صفات ها رو اثبات میکنیم بدون اینکه مانند کنیم با کسی یا با چیزی، نه به کسی نه به چیز مانند کردن درست نیست. دومش الله تعالی رو پاک دانستن، تنزیه، کلمه تنزیه به معنای پاک دانستن الله تعالی از نقائص، یعنی که نقصان و عیبها، بدون اینکه نامهای خدا رو بیکار کنیم یا اینکه صفاتهای خدای تعالی رو انکار کنیم. چون که بعضی گروه‌های حالا هستن شاید دربارش اوتر صحبت میکنیم که اونها به طور خودشون خدا رو از نقصان و عیب ما پاک میدانیم گفتند و با همین گویم که تعطیل، یعنی که صفت خدا رو انکار کردن برای همین چیز. چون گفتن که اگر این چیزا ما با همین شکل ظاهریش کنیم شاید این خدا رو مانند کردن میشه، نقص میشه، به خدا عیب میشه گفتن، دیگر این چیزا رو انکار کردن. خب سومش تفویض، یعنی که واگذاشتن علمی، یعنی که واگذاشتن کیفیت این صفات ها به الله تعالی، یعنی که همین صفات ها چه خیر است، کیفیتش چه خیر است، علمش به خدای تعالی واگذاشتن است. یعنی که اینجا تفویض معنا نیست برادر عزیز. شما در سویزه شاید؟ بله استاد. یعنی که بسیار حالت اینجا تفویض معنا هست که تفویض معنا که تفویض کیفیت بسیار آدم فرق میکنن، بسبب همین بسیار آدم نافهمی میشه. یعنی که وقتی که ما گفتیم که تفویض کیفیت معنا به الله تعالی، نه اینکه تفویض خودی معناش، چون که معناش چی است در زبان عربی معلوم است. از اون عباره امام مالی مثلا وقتی میگفتن که وقتی جوابی میگفتن که وقتی اون پرسید که استوا چه است، گفتن که الاستواء معلوم، گفتن که خود کلمه استوا در زبان عربی معلوم است، ولی کیف مجهول، یعنی کیفیت برای مجهول است. همین کیفیت چگونگی استوای الله تعالی رو ما مثلا استوا رو در زبان عربی میدونیم معناش چیه، اما چگونگیش نسبت الله تعالی رو ما گپ زدن حق نداریم، نمیتونیم. تفویض معنا یعنی که اینجا تفویض کیفیت استوا با اینکه خود الله تعالی هست و معنای همین است. یعنی که وقتی میگیم که تفویض استاد یعنی اون که تفویض میگن مثلا در شرح وی هم هست و کل نص اوهم تشبیه اوله او فوض و رم تنزیه. مقصد که اینجا دا اینا با این نظر هستند که تفویض یعنی به الله سبحانه و تعالی تفویض می شود، در جا آیت کلا تفویض میکنن اینا، یعنی اصلا به این مقصد که هیچ معنایی ندارد این آیت. همین خودش یک قسمان تشبیه، یعنی کیفیتش مثلا، یعنی مثلا به طور مثال استوا خود در لغت عرب معلوم است، ید در لغت عرب معلوم است. بعضی کتاب ها وقتی حتی ترجمه کردن همیرا حتی ترجمهش هم ترجمه نکردن، گفتن ید گفته گذشتیان یا این حد، یعنی رفتن که اصلا این یعنی این ترجمه نداره، این کلمه این هیچ معنا نداره این کلمه. خودش یک قسمان تشبیه چیز نمیشه دوست، تعطیلی معنا نمیشه آدم اینجا. خب اگر ما با همین مثالی که همین شعر گفته که این بیت مثلا گمون نکنیم اگر معنای سخنش نیست که او فوضه، یعنی که فوض الکیفیه، میشه که در اونجا چی کنیم ده یک چیزی چی میگه
اضمار گویم، یک ضمنی همین معنای ضمنیش نیست که همین کیفیت آن رو مثلا تو به الله تعالی واگذار کنه، یعنی که علمی کیفیت آن رو به الله تعالی واگذار کنه. اگر به همین معنا باشه دیگر شعر یعنی که درست است، چون که اینجا با هم کلمه تنزیه هم آورده است که پاک دانستن الله تعالی از خطا بیام. شاید بعضی گمان میکنن که برادر عزیز همین کلمه من غیر تمثیل ولا تشبیه ولا امکان تعطیل، این عباره بسیارتر از شاید که اتون میگین کتابای سلفی هست. اما اینجا ما وقتی که شرحی بین مرقاتم در مرقاتم مولا علی قاری میرن، هم در خود شرح فقه اکبر هم مولا علی قاری میگن که عباره شما میخونم، میگن که والعصمه النافعه من هذا الباب، یعنی الباب ان یوصف الله، یعنی در همین باب انسان خواهد که خطا نرود. خب میگن که یوصف الله بما وصف به نفسه، یعنی که وصف کردن الله تعالی با اون چیزی که خودش وصف کرده است، یعنی خودش رو در کجا وصف کرد؟ در قرآن. و وصفه به رسوله، و اون چیزی که وصف کرد او رو پیامبرش محمد علیه السلام. بله میگه من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، یعنی 4 چیزه مولا علی قاری آوردن. غالبا این چیزا بسیار آدم از گیم فکر میکنه که نه این بعضی حاضرا کتابای نو گرفتند و از علمای مثلا بعضی علمای عرب است. این نیست برادر، این در کتاب فقه اکبر شرح فقه اکبر عباره مولا علی قاری هست. میگه این عباره شرعیه منسوخه، میگه که من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، یعنی ما الله تعالی رو گیم که اثبات میکنیم صفات هایش را و اون چیزی که خودش درباره خودش گفت، اون چیزی که پیامبرش درباره خودش گفت، بدون اون که معناش دیگه کنیم، اون که معناش انکار کنیم، یا اینکه یگان کیفیت قائل شویم به اون، یا اینکه به چیز مانند کنیم. همین 4 چیز ما نمیکنیم. یعنی به معنای چی است؟ یعنی که وقتی ما یک صفت الله تعالی رو میگیریم، یعنی که یا معناش دیگه نمیکنیم، یک میشیم که خیلی معناش از به عربی همون قائل میشیم. دومش معناش بیکار نمیکنیم، تعطیل نمیکنیم، یعنی که تحریف این لفظ دیگر کردن است، یعنی که معنای دیگر کردن است. لفظ و معناش دیگر نمیکنیم، یعنی که تعطیل کردن معنی عموما از خدا انکار نمیکنیم و تکییف نمیکنیم، یعنی که کیفیت نمیتیم و کیفیت قائل نمیشیم، چون کیفیت هم این قائل شدن گناه بزرگ است. و تمثیل یعنی که مانند نمیکنیم، تشبیه یا تمثیل به چیزی نمیکنیم. بل میگه که نثبت له الاسماء والصفات و ننفی عنه مشابهه المخلوقات، یعنی اثبات میکنیم به الله تعالی اسماءش را، نامهایش را و صفاتهایش را، و انکار میکنیم و نفی میکنیم مشابهتش به مخلوقات، مانندش به مخلوقات، یعنی ماننده نیست بین خدا و مخلوق خدا. خب میگه که فیکون اثباتک منزها عن التشبیه، یعنی که اثبات تو باید که از تشبیه دور باشد. و نفیک منزها عن التعطیل، وقتی که یک چیز از خدا نفی کردی باید که از تعطیل احتیاط کنی. چه خیلی که در اثبات از تشبیه احتیاط کردن لازم است، اینچنین در نفی کردن هم از تعطیل احتیاط کردن لازم است. میگن که ولی قول بگه که فمن نفى حقیقت الاستواء فهو معطل، یعنی هر شخصی که حقیقت استوا را از خداوند انکار کرد، نفی کرد، و معطل است، چون که صفت خدای بیکار کرد. همین کلمه معطل یعنی که از کلمه تعطیل است، بیکار شدن است. عطل یعنی که بیکار کرد. مثلا ما تعطیل تابستانو داریم، تعطیل یعنی که بیکاری تابستانگی، یعنی که به همین معنا است. کلمه عربی است تعطیل. یعنی علی قاری میگن کسی که حقیقت استوا را انکار نفی کرد، این معناش که معطل است. و من شبهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشبه. این چنین اگر استوا را اثبات کنید و مثل استوای مخلوقات گفت، مشبه است. این هم جنایت است. یعنی گویا که خدا رو با مخلوق مانند کرد. ما باید همون قاعده زیبا رو فراموش نکنیم. قاعده زیبای ما چی است؟ یعنی که صفات‌های الله تعالی لایق به ذات خودش هستند و به کسی یا چیز مانندی ندارند. من غیر تمثیل ولا تکییف. بعد ابو علی قاری میگن که و من قال الاستواء ليس كمثله فهو الموحد المنزه. بین عبارات مگه کسی که گفت که استوا هست، الله تعالی مستوی هست، یعنی که ذاتی است که بر عرش خودش استوا کرد، میگن لیس کمثله شیء، یعنی که چیز مانند اون نیست،
فهو الموحد المنزه. موحد صاحب توحید و شخصی که الله تعالی رو منزه و پاک دونسته است، همون انسان است. بله. یعنی چرا برایش به فکرتون برادر مولا قاری مثلا مثال استوا رو آورد؟ چرا مثلا مسئله بحث است، یعنی حتی در زمان هم بزرگوار هم این مسائل داغ بوده است. خب اینش برای همین این مثال آوردن که همه مسئله وزنین ترین و اصلا مسئله که کشمکش در اطرافش بسیار است. میتونم گفت که حاضر همین یا انسان یا به همین سوال میتونه که شما رو فهمد که شما مثلا در کدام عقیده هست. حالا مثلا بسیار سوال میتونه به همین چیز شما رو الکی با فکر خودشون با پالش کتار معین میکنه که فلان گروه است یا بسم الله از خیری در اینکه خطا هست این چیز. مثلا اصلا ببینید مولا قاری مثلا علمای خود ما مثلا علمای حنفی هستن که نه در مرقات المفاتيح در شرح مشکات و المصابیح آورده. خب یعنی استاد بخشش اینجا بعدم یک سوال اومده است از بچه‌ها، همین درس گوش کردین در اینجا در چیز ما با سوال رو کردن. اونا نوشتن که اینجا من اهمیت دادم، نوشتن که مقصد که یعنی از استاد پرسن که همین اسماء و صفات الله ما هر چیزی که در قرآن آمده است او را اثبات کنیم ولیکن کیفیتش چگونه بودن او را به الله مثلا روانه کنیم. الله خودش داناتر است به آن چیزی که در قرآن ذکر، ولی ما اثبات کنیم. و اینجا نوشته است که اگر با این آیت لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، همین آیت اشاره کردیم، یعنی همین رو با این آیت تفسیر کنیم میتونیم. هم خیلی نوشتیم اینجا بچه‌ها در ولی اصلا مولا قاری هم خیلی تفسیر کردن گفتن که و من قال استواء لیس کمثله. کسی گفت که استوا بله بدون اون که مثلا باید تمثیل شود یا که مانندی شود به کسی یا چیزه، انا موحد گفت. بله یعنی استوا رو اثبات کرد و گفت که لیس کمثله شیء، یعنی چیز مانند خدا نیست، مثل الله نیست. یعنی اصل در اسماء و صفات همین است که یعنی که نفی مجمل است همیشه. بله اثبات باشد چی وسیع هست. حالی در این مسئله خیلی عجایب است. مثلا این نفی مجمل است که برادر قائلی عجایب است. من در حقیقت بعضی علما رو دیدم همین وقت تتبع میکنم، پیگیری میکنم، حیران بشید. میگن که خداوند میگه پیامبراشو فرستاد با اثبات مفصل و نفی مجمل. خب یعنی که وقتی خدا برای الله تعالی صفات رو اثبات کردن مفصل صحبت کردن در ابوراء، اما وقتی که از خدا یک نفی کردنی شدن کوتا صحبت کردن. یعنی که چرا این خیلی. خب مثلا ببینید من مثلا میبرم برای اثبات مفصل اول بعد نفی مجمل گام بزنم. میگه که الله تعالی میگه که الله لا اله الا هو الحي القيوم قل هو الله احد وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات. بینید خیلی اثبات بسیار تفصیل. اما وقتی که نفی اومد خیلی شد استاد، یعنی تفصیل و جدا و تکراری به تکرار صفات الله سبحانه و تعالی در اثبات چقدر زیبا آمده است. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام العزيز. همین آیات یعنی هر کدومش جدا مثلا. خب مثلا اكو بین مسئله این نفی با الله تعالی گفت که در نفی گفت که هل تعلم له سمیه، یعنی به خدا یکون ذاتی برابر دیدی. یعنی بله مفصل نگفت آیا خدا با انسان برابر است، آیا خدا با آفتاب برابر است، آیا خدا با مهتاب برابر است، آیا خدا با فلان برابر نگفت. هل تعلم له سمیه، یعنی که با چیز برابر است خدا مگر. این نفی چی شد؟ مجمل. یعنی با هیچ. وقتی که این به این شکل بود، یعنی که این یعنی یک چیگویم اسلوب بلاغی خیلی زیبا است. یعنی که فقط اگر به زبان کوچگی امروز بچه‌ها گیم زبان روسی خدی کراtka یاس نمیگن، یعنی مختصر و بسیار کوتاه و بسیار فهموکی تمام. با یک چند آیت نفی کرد. بله یعنی که به همین شکل برادر می‌بینیم که
الله تعالی به همین شکل ها انکار میکنه. یا که مثلا نفی مجمل میتونیم گفت که در سوره اخلاص هم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا که در سوره بقره گفت که فلا تجعلوا لله اندادا، به خدا همتا نگیرید. نگفت که مثال بت رو به خدا همتا نگیرید، انسان رو به خدا همتا نگیرید، حشره رو به خدا همتا نگیرید. نگفت فلا تجعلوا لله اندادا، مثلا به همین شکل. خب یا اینکه گفت که در سوره فرقان گفت که تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض. اكو بين نافي مجمله ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. خلاص. خب یعنی که به شکلی که مجمل آورده است. یا اینکه وقتی که مشرکای مکه میخواد دعوا میکنن که برای ما خودشون پسر نقض میدن به خدا دختر نسبت میدن، الله تعالی گفت که علی ربک البنات ولهم البنون. یعنی این چی منطقه است؟ برای خودتون میگه که پسر بهتر است و برای خدای خود که ذات بزرگ است چقدر شما به چی حد و حدود به دختر رو نسبت میدید. فهمیدید؟ یعنی که الله تعالی در قرآن به همین چیز خیلی بسیار خوب اعتبار داده. یعنی که در نفی مجمل و اثبات، یعنی که انا خیلی گفتیم نفی اگر بسیار آدم تفصیل کنه این یک نقصان به خدای تعالی قائل شدن است. مثلا در بعضی کتاب ها، مثلا در کتاب های مثلا متن فارسی مثلا میشنود نه به گوش، میبیند نه به چشم، میبیند نفی مفصل آمده است. لازم نیست تمام مثلا بله ها یعنی کی باید که اینجا نفل باید که چی باشد؟ نفی مجمل باشد. میبیند الله تعالی خلاص، یعنی که اثبات میکنی تا خودش، لیکن نفی ضد همون چیز میشه. وقتی که میبیند نفی چی است؟ عکسی مثلا ندیدن، اگه که الله تعالی از خودش ندیدن رو از خودش نفی کردی شده است. وقتی گفت که میبیند ندیدن رو نفی کرد، وقتی گفت میشنود نشنیدن رو نفی کرد از خودش. یعنی اثبات کردن صفات معنی اون است که عکسی و الله تعالی شو میکند نفی میکند از خودش. وقتی گفت که سمیع معنیش که عکسی سمیع چی است؟ یعنی که آدمی که نمیشنود. خب بنابراین اصول نفی متون گفت که چیش هست؟ اجمالا در قرآن اومده است و قرآن مجمل بیان کرده است نفی از الله تعالی. خب و همه مثل صفاتایی که نفی اومده اند همون کمال ضدش به خدا اثبات میکنیم. کمال ضدش کماله که مثلا خدا گفت که ولا یظلم ربک احد، معنای کمال ضدش چی است؟ عدل پر است. لا یظلم ظلم نمیکنه، معنیش عکسش چی میشه؟ یعنی که خداوند عدالتی مطلقه را صاحب است. خب این همین گویم که یک قاعده های مهمه که در این باب ما باید که روایت کنیم. بله. خب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بین خیلی عباره امام ابو حنیفه و علمای حنفی در این مسئله دقیق است. امام ابو حنیفه انکار میکنن اونهایی رو که به عقل خود، یعنی که صفت الله تعالی رو در اطراف صحبت میکنن، یعنی که به رأی خود صحبت میکنن. میگن که ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی که ابن ابی العز آوردگی است در شرح تحاوی، میگن که لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصفه به نفسه ولا يقول في رأيه شيئا تبارك تعالى رب العالمين. یعنی عباره امام ابو حنیفه است که و کسی حق نداره که در ذات خدا نطق کند چیزی را از پیش خودش، از فکر خودش، از رأی خودش، از عقل خودش، بلکه اون وصف میکنه با اون چیزی که خودش رو وصف کرده است. خب این عباره امام ابو حنیفه است. و امام علی قاری بازم در این کتاب فقه اکبر شرح فقه اکبر میگن که القول بالرأي والعقل المجرد في الفقه والشريعه بدعه وضلاله. یعنی که گپ زدن از رأی خود، از عقل خود، چی در فقه باشد، چی در شریعت باشد، چی در عقیده باشد با گناهش وزن‌تر است یا بدعت و گمراهی است. بله. خب گفتن که فاولا ان يكون ذلك في التوحید والصفات. این بولی ابو علی قاری بنه که مادامی که در فقه و شریعت اگر انسان از پیش خودش فتوا تید و گپ زند بدعت و گمراهی باشد، اولاتر است که در توحید و اسماء و صفات الله تعالی این چیز بدعت باشد. وقتی انسان از پیش خودش گپ، یعنی استاد اگر با این معنی اگر ساده‌تر بگیم، یعنی درباره حتی درباره
طهارت کردن، شستن اعضا مثلا، انسان حق نداره که از نظر بدون علم گپ زنه. پس اولاتر است که در وقتی که اطراف الله سبحانه و تعالی اسماء و صفات الله تعالی صحبت میکنه، پس باید بسیار احتیاط کنه. امروز متاسفانه استاد همین احتیاط نیست. جوانانی که اصلا بسیار یعنی هیچ حتی مرحله اولی علمی هم نگرفتن، حتی قرآن بعضا درست خوندن نمیتونن، بسیار مسائل اندک چیزا رو نمیفهمن، اومده اطراف اسماء و صفات الله بحث میکنن با هم دیگه، درباره استوا بحث میکنن، درباره اسماء و صفات الله بحث میکنن، حتی با همین راه با هم دیگه را میسنجن. متاسفانه امروز مصیبت زیاد شده است. بله خدا امت الهی امت سالم گرداند و از این لغزش ها نگه دارم. خب برادر، اگر با اجازت من یک کتاب یک باری دیگر از صنع الله حلبی برادر یا تو این علوم حنفی از خدا رحمت کنم میگه که الاصل فی ذلک، یعنی که در باب عقیده باب اسماء و صفات میگه که الکتاب و السنه، یعنی که قرآن و سنت هست، و التجانب عن الهوى والبدعه، یعنی که دور شدن، جانب گرفتن خود رو بی‌رها کردن از هوا و بدعت است. چگونه ای که در آن میگه كما عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالحون والأئمة الكبار من أرباب المذاهب الأخبار. یعنی که این مذهبی کی است؟ مذهب صحابه، تابعین و سلف امت و ائمه کبار و عظام و ارباب مذاهب کبار. یعنی که اینجا در کتابی سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله آورده است صنع الله حلبی. خب بار دیگر برو تکرار میکنیم که گفتیم که در وقت اثبات کردن و نفی کردن در باب اسماء و صفات، یعنی اثبات کردن یک چیزی بودگی رو به خدای تعالی گفتن، همون چیزی که خودش گفته است، یا اینکه اون چیزی که الله تعالی نفی کرده است ما باید اثبات مفصل کنیم. خیلی قرآن اسلوبش است، سمیعا بصیر و غفور الرحیم، مثال خداوند تفصیلا گفت خودشه، اما نفی باید مجمل باشد، چون که اثبات این اصل است برادر، نفی این مکمل است، پر کننده همین اثبات است. خب و اثبات مفصل یعنی که اثبات کردن مفصل در تعریف و مدح و ثنا و کمال بلیغتر است و رساتر است. معنا باز مثال میزنم، مثال دنیوی میزنم معلومتر میشه. برعکسی نفی که میگه که نفی هر بار که مثلا مجمل بیاد، نفی مجمل آید، اگر این میگه در تعظیم و در تعظیم و توصیفی همون ذات مکمل تر است. بار دیگه تکرار میکنم، نفی اگر اثبات مفصلش چی است، معنای مفصل آوردنش این بزرگتری دلالت بر بزرگی همون ذات میکنه، نفی مجملش دلالت بر بزرگیش میکنه. برعکسی تفصیل، چون که در تفصیل اگر به تفصیل گفتی بزرگیش اثبات میکنی، اما نفی به تفصیل گفتن برعکس است. خب مثلا خیلی گفتیم لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، قاعده همین آیت است، چیز مانند اون نیست، تمام. این نفی مجمل شد. وقتی اثبات چه گفت؟ سمیع البصیر، دو تا صفت میگه و هو السمیع البصیر. خب اینجا بنه اثبات مفصل شد، مفصلا یعنی که اول تو اثبات کرد، لیکن نفی یک جمله دیگه لیس کمثله شیء، چیز به اون مانند نیست. خب مثلا میگم که قرآن خدا رو خبر میده، میگه که هو بكل شيء علیم و بكل شيء قدیر و هو السمیع البصیر و هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. و خبر میده که الله تعالی مثل سمیع است، بصیر است، خب دوست می‌دارد، غضب میکنه. مثلا در قرآن آیات بسیار است، ان الله يحب المتقین، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانوا بنيان مرصوص، او غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، کلمه غضب استفاده می‌کنه الله تعالی با خودش نسبت داده است و غیره. یعنی که خب درباره گفتیم که نقصی، درباره صفاتای نقص، یعنی که صفاتایی که به خدا نباید باشند، الله تعالی وقتی گفت زد گفت که لیس کمثله شیء هل تعلم له سمیع، چیز مانند اون است، آیا با چیز برابر هست، ولم یکن له کفوا احد، یعنی که الله تعالی همتون داشت و مثل همین آیات. یعنی که الله تعالی اینجا چون کرد به تفصیل گفت نزد، مجملش. ابن ابي العز حنفی رحمت الله علیه شارح تحاوی گفت میگه که ولهذا یأتی الاثبات للصفات في كتاب الله والنفي مجملا، یعنی که برای میگفت اثبات در قرآن یعنی که اثبات صفات ها مفصل میآید و نفی اون مجمل میآید، برعکس طریقه و روش اهل کلام که اونها برعکس میکنن، اثبات اونها مجمل میکنن و این کارا یعنی که نفی مفصل میکنن.
خب اطراف نفی از الله سبحانه و تعالی زیاد بحث میکنند، زیاد کش میکنند و زیاد تفصیل میکنند، در صورتی که قرآن نفی مثلا مجمل کرده است. یعنی همین مثلا بله از مثال عباره میبرم، عباره اونها میگه که لیس بجسم ولا شبح ولا جثه ولا صوره ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، یعنی این نیست و اون نیست و فلان نیست و بسم جاندار نیست و بیجان نیست. نعوذ بالله. خیلی فکر میکنن در مجمل، یعنی که اصلا خودی روش مقابل روش قرآن است. یعنی میگه که این نفی مجرد میگه همراه نفی خالی هست، نفی خالی. مثال میگه که دلالت بر مدح نمیکنه، این اصلا بی‌آدابی نسبت الله تعالی هست. این کلام ابن ابی العز حنفی است. میگه که گویا که تو پیش پادشاه اومده خفته شدی، مثلا پیش پادشاه اومده که تو کوچروب نیستی، تو پروبکش نیستی، تو اروبکش نیستی، تو تاکسیچی نیستی، تو پیسته فروش نیستی، تو فلان نیستی، تو بسمدان نیستی. آیا این چیز برای پادشاه مثلا عظمت اثبات میکنه که پادشاه آبروش میرسه؟ نه، یعنی وقتی که به این چیز قیاس میکنی میرزد، آبروش میرزد، برعکس مدح نمیتونه باشه این. خب یعنی که اگر مثلا گیریم اگر همون آدم در مدح همون پادشاه اگر جدی صحبت کنه، میگفت که تو یگان تا از رعیت، تو یگان از شهروندو به تو برابر نیست، همین کفایت میکنه. نفی مجمل، یعنی نفی مجمل یعنی این، یعنی یگان تا از رعیت به تو برابر نیست. یکی وقتی بگه که تو مثل تاکسیچی نیستی، تو مثل کوچروبا نیستی، تو مثل کوگروی کجکپه نیستی، تو فلان نیستی، اینجا لکه تو پس نیستی، تو میگه دیوانه من به کلاس کلی شد میگه. خب بنابراین نفی مجمل برای قرآن در قرآن ناومد، بلکه نفی قرآن به قرآن مجمل آمد، نفی مفصل ناومد. چون که نفی مفصل این آبروی ریزاندن است، چون که به هر چی قیاس کردن. نعوذ بالله. یعنی نعوذ بالله اگه انسان بیا از که خداوند مثل فلان مخلوق نیست، خدا مثل فلان حیوان نیست، خدا مثل پرنده نیست، خدا مثل فلان نیست، مگر این تعریف خدا هست؟ مگر این تعظیم الله تعالی هست که بیای به پرنده مثلا قیاس کنی که مثل پرنده نیست، مثل فلان نیست، مثل بسمدان نیست؟ یا غلط هست مثلا. اصلا طرح این مسئله این که غلط هست. خب بهتره. خب گوش کنید برادر، گوهی در قرآن نفی مفصل هم آمدگی هست کمتر. مثال واردگن که وقتی نفی مفصل کجا معلوم میشه؟ وقتی که کافرها یک چیز دعوا کردن عکس الله تعالی، بعد الله تعالی مجبور که در بعضی جای قرآن همین چیزا مفصلا بیان کنه. گفت که ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. یعنی اینجا ببینید مشرکا وقتی که دعوا کردن که خدا فرزند داره، نعوذ بالله، الله تعالی رد کرد. گفت که الله تعالی برای خود فرزند ندارد، برای خودش همتا ندارد، یعنی محتاج به کسی نیست، بلکه تمام خلق برای او محتاج هستن. خب با همین خیلی کرد الله تعالی انکار کرد به اونها. ولی جایی شد که همین قدر الله تعالی نفی مفصل کرد. چرا؟ چون که وقتی دعوا شد نفی مفصل شد، اما جایی که دعوا نبود الله تعالی فقط مجملا همین صفات‌ها رو، همین چیزها رو از خودش نفی کرد. یعنی که برادر عزیز باید که همیشه همین دو قاعده طلایی رو در همین جا به حساب گیریم. وقتی که اثبات میکنیم چیزی رو به خدا مانند نکنیم، خدا رو به چیزی مانند نکنیم، و در مسئله کیفیت باید گپ نزنیم. کیفیت هیچ کس نمیدونه جز خود الله تعالی. جز الله تعالی کسی کیفیت صفاتش رو نمیدونه. چون الله تعالی هیچ کس دیدگی نیست. اگر مثلا پیامبر میدیدن برام وصف میکردن، مثلا پیامبرم دیدگی نیستن، پیامبرم مثلا فقط همون صفات رو وصف کردن که خود الله تعالی برای پیامبر خبر داده اون صفات. لیکن روش صحابه چگونه بود؟ مثلا در همین چیزا رو قبول کردن صحابه چگونه بود؟ خب وقتی که روش اونها رو ببینیم میگفتن که خیلی از همون اسحاق ابن راهویه دیگر علمای مثلا اومدگی است، علمای سلف میگن که امیر روح کما جاءت، یعنی که خیلی اومدن که قبول کرد رفتن گره. همین خیلی که از امام ترمذی رحمت الله علیه اومدگی است، میگفتن که همین خیلی اومد اصلا قبول کرد رفتن گره نکوبه گفتن، یعنی که در این چلاو کردن من میکردن در همین چیز. خب گفت چون که کیفیت مسئله نازک است. خب ها ان شاء الله حالی باز دوام دارد این مسئله، ما رو به این اکتفا نمیکنیم، لیکن عذر بخرام وقتم هم چی شد وقت کم استاد. یعنی استاد
اگرچه برگشت من این سوال از شما میکنم به خاطر که امروز جوانها باید خوب اهمیت بدن. این مسئله بسیار مهم است و متاسفانه جوانها هم جایی ندارن که جواب همین سوال خوب بگیرن تا اینکه آرام شوند و این آنهایی که امروز سوالها را کاو میکنن، امتحان میکنن، اونها هم مردم آرام نمیگذارن و این میزانی امتحان قرار دادن. یعنی یک سوالت میده، اگر جواب گفتی این خیل نگفتی این خیل، زود بالا یک حکم میکنن. خلاصی گپ کنیم، یعنی نظر به اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی که در قرآن یا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، ما همه اینها را مثلا استوا الرحمن علی العرش استوى، امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض الآیه، یا مثلا فاصبر فانک باعیننا، یا ید الله فوق ایدیهم، یا حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله در سه حصه شب آخر شب بر آسمان زمین نزول میکنه. همین آیات، یعنی همین آیات و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه اینها را ما اثبات میکنیم. چیزی که در قرآن گفته است همون خیلی اثبات میگیم. ید گفته است میگیمش ید، مثلا استوا گفته است میگیمش استوا، مثلا عین گفته است، چشم گفته است میگم چشم، مثلا یا اینکه نزول گفته است میگم نزول میکنه، تعویلش نمیگم که بجای نزول یعنی رحمت الله نازل می شود، یا استوا به معنای استولا که یعنی قهر، مثلا استولا به معنای که یعنی طلب ولایت کرده، میفهمم. خلاصه این خیلی یعنی این تعریف کلمه استولا گفتن، این تعریف لغوی هم هست، تعریف لغوی میتونه که در خود کلمه تغییرات در آوردن برای، یعنی الف و سین ت دولت بر طلب میکنه، نه استاد؟ بله، در لغت عربی خیلی نگاه کنیم. مقصد نمیگیم استوا استولا، نمیگیم یدو مثلا قدرتو، دست خدا یعنی قدرت خدا، این خیلی نمیگیم. میگیم خداوند الله سبحانه و تعالی در قرآن چیزی که گفت همه اینا بر الله سبحانه و تعالی اثبات میکنیم، ولی نه تشبیهش میکنیم، نه در چگونگی او دخالت میکنیم، نه بیکارش میکنیم، معناش میگیم که هیچ معنا نداره، نه این خیلی نه تمثیلش میکنیم، با چیزی دیگه مانندش میکنیم. همین عقیده راه و درستی بگیم که گذشتگان ما، پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، با خصوص ائمه مذاهب ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، یعنی عقیده درستی همونها است. درست فهمیدیم استاد؟ نه؟ بله همین خیلی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یک آدم سوال داده اینجا که درباره تکییف هست، تکییف و همین چیزا سوال داده است. مثلا که شرط دادن نکنه، برای اینکه مردم شاید نفهمدن بعضیا، کلمه تکییف از کلمه کیفیت گرفته، یا اینکه هیئت گرفته شده. هیئت چیزه. مقصد از این که اثبات کیفیت معین صفات برای خداوند، یا که از برای همون چیز پرسیدن، یعنی که من شده ایم، ما از تکییف من شده ایم، نه که مسلمان خدا را تکییف نمیکنه، یعنی که خدا را هیئتش را دربارش صحبت کردن حق نداره، پرسیدنش بدعت است، یعنی که خیلی امام مالک گفتگیان. خب برای همین بسیاری از علمای گذشته، چه علمای فقه چه علمای حدیث، میگفتن که درباره صفاتی که شما گفته، درباره نزول رب، یعنی که سه که آخر شب فرمودن الله تعالی تو که دعای آدم رو گوش کنه، مثلا خیلی از سفیان بن عیینه اومده است، عبدالله بن مبارک اومده است که عبدالله بن مبارک حنفی هستن، مثلا بله وجود که اینشون مشهورن که از علمای ترکمن بودن اصلشون، یکی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، گفتن که امیر روح بلا کیف، همه حدیث رو قبول کردن گرید و روایت کردن گرید، فقط کیفیت نگید. ما همینا پیشتر استادم خیلی یاد دادم میگفتم ما رو که امیر روح کما جاء، یعنی که امیر روح بلا کیف، همین عبارت سادتا کرده گویم اگر با لهجه مردم، یعنی چی خیل نه چی گونه نه باید سوال نکنیم، نه چی خیل یعنی یاد الله یعنی چی خیل، یعنی همین چی گونه یا چی خیل گفته باید سوال نکنیم، ایمان بیاریم، تشبیه نکنیم، تمثیل نکنیم، تعطیل نکنیم، تمام. مثلا گفتم ممکن است که خدا چخل میبیند، بچی میبیند، این سوالی غلط است، سوالی که بدعتی همینه. خدا چخل میشنود، بچی میشنود، چخل در یک وقت همه رو میشنود، این سوالا مثلا سوالی درست نیست. خب بله. خب این درباره گویم که تکییف بود. خب دوم درباره تمثیل است. تمثیل یعنی که این یک چیز با یک چیز برابر دونستن، یا که شبه دونستن، مانند دونستن، خب خالق به مخلوق، خب مخلوق به خالق. مثلا تشبیه خالق به مخلوق رو
فرقه هشامیه، جوالیقیه، فرقه جواریبیه، اینا یعنی که یک نمود شیعه های خیلی تندرو بودن، همین یا هشامی و اینا نعوذ بالله خدا رو با انسان مانند میکنن، یعنی که تشبیه به هم میکنن. برابر امام ابو حنیفه همین هشام ابن حکم گفته که هشام حکم یا لعنتی هست، لقبش شیطان تاق مونده. الله، نه شیطان تاق است. چرا که همین فکرهای غلط بسیار بین امت پهن میکردن انسان. اما تشبیه مخلوق به خالق، این تشبیه نصارا یهود، مثلا نصارا عیسی رو به خداوند و عزیر رو مثلا تشبیه کردن یهود به الله تعالی. خب اینه که تمثیل چی بود؟ از برابر دانستن یعنی که مانند کردن. و تحریف این از کلمه یک طرف کردن و بی طرف کردن است، غیجاندن است از جا، یعنی که تغییر کردن، میل کناندن است معناش. خب میل کناندن که کلام الله چی از جهت لفظ میشه، چی از جهت معنا، این تحریف میشه. اینا ممکن نیست. یعنی که تحریف لفظی چی میشه؟ بزرگ کردن یا کم کردن، مثلا همون حرف کلمه از یا زیاد کردن یک حرف دیگر با کلمه. تحریف معنایی باشه چی؟ مثال این کار کردن، مثلا چه شما اونجا قید کرده گفته که صفت ید مثلا قدرت میگه، ولی امام ابو حنیفه عبارهشو میبره لا نقول ان یده قدرته میاد در درس آینده. یعنی که همین چیزا به همین چیز که ایواز کردن این تحریف معنوی هست، یعنی که چیزی که به این معنا اومده است انسان اومدن معنی به قدرت تعبیر کردنش، یعنی که به قوت کردن. تعطیل از کلمه عطل، یعنی که از کلمه خالی یا خلو گرفته شده است. خب خیلی قرآن میگه که به ایرین معطلتین، یعنی که چشمه، یعنی که چاهی بیکار خوابیده، چاهی که تعطیل شده است از این گرفته شده است. یعنی که معنای اصطلاحی تعطیل این انکار کردن اون چیزی که خداوند خودش رو وصف کرده است، یا اینکه انکار کردن اون چیزی که الله تعالی درباره خودش معلومات داده. خب از این تعریفایی که گفتیم برادران به چی خلاصه میگوییم؟ بین تکییف و تمثیل مانندی هست، خشتباری هست. بین تعطیل و تحریف خشتباری هست. یعنی که تکییف و تمثیل یعنی که معناش چی است؟ هر یک انسانی که خدا رو به چیز شباهت کنن باید تکییف کنن. فهمیدید؟ یعنی که هر یک انسان ممثل، هر یک انسان مشبه باید چی است؟ مکیف است. چون که خدا رو که به چیز مانند کرد معناش که قائل شدن به کیفیت است که این گناه است. خب این چنین و انسان معطل چی؟ هر یک انسانی که تعطیل کرد، یعنی که معناش وسیع‌تر از تعطیل از معنای تحریف. خب و که تحریف واقع شده است. اما انسانی که محرف است جزئی از تعطیل رو در سخن خودش در بر دارد. خب مثلا مثال همین بعد بگویم استوا رو گیریم. میگه که اگر کسی گوید که مثلا استوا مقصدش این علو نیست، علو به ذات نیست، خیلی و گفت علا و ارتفع، یعنی که معناش میگه که این معناش استیلا گفت. مثلا در این حالتی که وقت استیلا گفت این آدم چیکار کرد؟ معطل شد و محرف شد. هم معنا رو بیکار کرد، هم تحریف کرد. تعطیل و تحریف یک جای استفاده برد. و کسی که میگه که علو، خب معناش علو نیست، ارتفاع نیست، خب معناش من نمیدونم که این مفوض میشه. تفویض معنا. من نمیدونم اومدگی است ما همین چیزا معناش من نمیدونم چی است. حتی این نه به معنای علو واسه معنای ارتفاع است گفتم ولی که خطا است. چون که معناش معلوم است در زبان خداوند. یک قوم رو خطاب کرد که میفهمیدن و خداوند قرآن همچون چیستان نفرآورده است که مردم کفر کنن که چی باشه. قرآن چیستان نیست. قرآن یعنی که محکم است، همه چیز به تفصیل بیان کرد، همه آیات ها مثلا معناش معین است. خب چیزای نامعلوم میشه صحابه میپرسیدن پیامبر علیه السلام. یعنی که اون چیز نمونده است که صحابه از پیامبر نپرسیده باشه. خب یعنی که خلاصه هر آدمی که تعریف کرد و آدم تعطیل به واقع میشه. خب لیکن هر آدمی که تعطیل کرد تحریف به شاید که واقع نمیشه. خلاصه همین از برادر عزیز اگر گویم امروزه به ما خداوند تعالی از اینکه ما رو به راه راست راهنمایی کند و از خطاگی و غلط در عقیده، غلط در فهم نصوص، غلط در فهم آیات و حدیث ما رو خدای تعالی خودش عصمت عطا فرماید. و ان شاء الله امید داریم که درس مفید بود و بسیار شاید اشکالا رو از ذهن بعضی برادرایی که سوال میدن خیلی در اطراف این چیز بیرون کرد. لیکن حالی این درس دوام داره، چون حالی درباره اسماء و صفات خیلی امام صحبت کرده، چون این مسئله حساس که هست درس ان شاء الله دوام داره در اطرافش و صحبت رو ان شاء الله هفته آینده ادامه میدیم برادر عزیز.
خداوند شما رو در پناه خیش نگه دارد. اگر یگان سوالا باشد برادر من مرحمت کنید سوالا رو چکنیم بعد سوال کامنت رو باز کنید. دوستا لطفاً در قدم اول براتون گپ میزنم که امروز درس یک درس بسیار مهم بود. اطراف این درس زیاد سوال میشد. درس خوب گوش کنین، اهمیت بتین، کوشش کنین. اگر اطراف درس سوالی دارین سوالا بنویسین، من سوالا رو میخونم، استاد جواب بگن تا جای، یعنی همه سوالا رو نمیتونیم جواب گفته اما تا جای کوشش میکنیم که جواب بگیم. خب ولی از درس بیرون لطفا سوال نتین، برای که این سوال شما رو همش ما نمیتونیم جواب گفته. بله خب اطراف این که درس کی میشوه، دوستا درس هر دوشنبه، هر روز دوشنبه شب سه شنبه ساعت 8 روسیه. امکان داره که وقتش تغییر دیم، اگر تغییر دادیم در همین اعلان می نویسیم براتون. خب استاد الله مهربان از شما راضی باشد. آمین. جزاکم الله خیرا. دوستانی که دعای نیک میکنین. خب بله اینجا یک برادر نوشته است چرا ماتوریدی ها عقیده شان را از امام ابو حنیفه میگن زمانی که دیگر است؟ اینها مثلا همین عقیده ماتوریدی ها یا اشعری ها یا فرقه ها، استاد این بحث خیلی بحث طولانی است. اگر شما اجازه بدین همین سوال جواب نگیم در وقت خودش. استاد چی نظر دارید؟ خودش همین خیلی این مسئله وقت داره. ما مثلا همین استوارم اولی درس میپرسیدم و من وقت زمان اومد در اطرافش کمتر باشه صحبت کردم. این چیزا مسئله حول می آید در این مسئله که آیا عقیده یک از درست از جگه است فرق است. ان شاء الله در اطراف صحبت میکنیم برادر. صبر کنین. این بحث طولانی است. در 5 دقیقه استاد یک درسی مخصوص، شاید یک درس دو درس اطراف این صحبت شوند. از این خاطر لطفا صبر کنید. برادری که گفتی سلام علیکم امام اشعری تاویل کردن، این مسئله را میگذاریم به وقت خودش. دوستی عزیز مسئله امام ماتوریدی و امام اشعری ابوالحسن اشعری ان شاء الله این مسئله ها را میگذاریم در وقت خودش، زیرا یکم توضیح میخواهد. استاد همین درس رو سخنرانی کنید. دوستا بله درس ها سخنرانی دیگه هستند در صحیفه نجم تیوی و در صحیفه خود استاد ادهم حیدرزاده که با ما هستند داخل صحیفه میشوین. در اونجا درس های عقیده از اول کتاب فقه اکبر درس 1 2 3 4 5 الی آخره تا همین درسی که حالا ما داریم هست. شما میتونید در آمده با تفصیل درس گوش کنین. خب استاد کسانی که در باب شعر میخوانند لا مکان گفته درسی شما فقط خوب کی فقط از قرآن جواب میدهید. خب که این مسئله عقیده است استاد. بله این برادری که گفت تعویل میکرد امام اشعری رحمت الله علیه، ابوالحسن اشعری رحمت الله علیه، برادر در مسئله تعویل این چیزی این که کلمه تعویل از اینجا کلمه مجمل است. یعنی گاهی میشود که علما با تعویل رو میارن. یعنی تعویل کدام وقت روی میاره؟ قاعده های به تعویل روی آوردن یک قاعده خودش دارد، قاعدهش خیلی وسیع هست، تفصیلات زیاد دارد. در اطراف صحبت میکنه. مثلا علمای اهل سنت این چنین مثلا جایش هست که تعویل میکنن بعضی صفات رو تعویل میکنن، لیکن مثلا بدلیل تعویل میکنن. خب ان شاء الله اطراف صحبت خواهیم کرد برادر عزیز. این چیزا نمیتونه مطلقاً نفی کرد و مطلقاً قبول کرد. تعویل چیزی نیست که مطلقاً نفی کنیم یا مطلقاً قبول کنیم. تفصیل داره. ان شاء الله در درباره تفصیلات این چیز صحبت میکنیم، چون ما این مسئله ناومدیم درباره تعویل. استاد اگر کافر رو به دین دعوت کنیم و او گوید که چه خیلی است الله و ما با وی چی شرطیم، یک صحبتی هست که دائما سوال میکنن به خاطر بله ما برادر باز همون جواب قرآنی میدیم. پیامبر علیه السلام وقتی هم گفتن که صف لنا ربک، گفتن که یهودا اومدن با همراه مشرکا بعضی روایت‌ها میگن که ابن حجر میگن که همون یهودا سپاه کردن پرسیدن شو، بعضی میگن که مشرکای مکه پرسیدن الله تعالی وقتی پیامبر صف لنا ربک گفتن الله تعالی سوره اخلاص نازل کرد، گفت که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی که همه عباره مجمل الله تعالی میگه که خودش معرفی کنه، گفت من یگانه هستم، من بی نیازم، به کسی محتاج ندارم، تولد شده یا اینکه تولد کننده هم نیستم و کسی به من همتا نیست. و همه عباره مثلا با کلام ممکن است و بسیاری از مثلا گفتیم که دینایی که از ما پیش بودن تقریبا یعنی که به شکل عام
مثلا درباره خدا میخواد تصوراتایی دارن که دلالت بر مثلا پاکی میکنن، مثلا خدا رو همشه ذات پاک و مقدس قبول دارن و به چیزی مانند نمیکنن یا به کسی مثلا دیگر امت‌های گذشته رو در نظر دارن. گرچه که بدتر عقیده تفلیس در خریسیان پیدا شده که بعضی عقیده‌ای که در یهودا پیدا شد، لیکن اصلا به شکل عام یعنی که تمام انسان در ذهنش همین چیز فطرتاً الله تعالی و چیز جو کردگی است. ما مثلا آیاتی چی داریم که اذا اخذ الله میثاق بنی آدم چی میگه در سوره اعراف است، میگه الله تعالی انسان رو از اون پشت کمر آدم برای به شکل ذره و اونها رو اقرار کنن که خدای هست و اونها اقرار کردن که خدای هست، چون که گفت که ان تقول یوم القیامت ان كنا عن هذا غافلین، تو نگه که ما از این چیز غافل بودیم، از بدون تو غافل بودیم. الله تعالی در اون عالم ارواح میگه که میثاق میگن بعضی آدما همونجا خودش معرفی کرد، یعنی که در ذهنی، در درون هر انسان، در فطرت هر انسان، در نهاد هر انسان وجود خدا یک چیزی که اثبات شده است. اما بعداً انسان‌ها خیلی در حدیث میگه فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، پدرانشون رو نصرانی میکنه، یهودی میکنه یا مجوسی میکنه، ایناش باز تربیت اون رو ویران میکنه، الا در فطرت هم. خب برای همین آیات، همین که اسلوب قرآنی از همه اسلوب بهترین است برای معرفی کردن الله تعالی برای غیر دین ها ان شاء الله. برادر مولای حسین درباره اینکه لامکان میگویند یا وحدت وجود است میگویند، استاد چیزی گفتنی هستین یا اینکه را میگذاریم به وقت خودش؟ اکو برادر بعضی صفات‌ها هست که در اطراف صحبت کردگی نیستن علما، در اطرافش مثلا حدیث نیست یا آیت نیست، یعنی که عبارهایی که مجمل است، این همه عباره لامکان مجمل است. یعنی علما میگن که اگر لامکان گفته خداوند تمام مکان ندارد این کار کند، این درست نیست میگه. لیکن اگر لامکان به معنی اینکه خدا رو چیزی احاطه نکرده است، خدا رو چیزی در بر نگرفته است، به این معنا لامکان درست است. اما عموما اطلاق کردن اون که خداوند لامکان مثلا نه بیرون عالم نه درون عالم باشه یا خیلی گپای که بعضی فرقه ها هست، به این معنا گفتنش خطا است. اما به معنای اون که الله تعالی رو چیزی احاطه نکرده است درست است، که خدا رو هیچ یگان مکان خدا رو احاطه کرده نمیتونه، در بر گرفته نمیتونه، به این معنا درست است. بنابراین همین عباره های لامکان با بعضی دیگر عباره های جوهر استفاده می‌برن برادر، یا که بعضی که دیگر هم در بعضی کتاب تحاوی هم دیگه است، علما میخوان نظر دارن که ما میگیم که معنای درست استفاده چی معنا رو مثلا میپرسیم که چی معنا در نظر داری تو وقتی که لامکان یا که وقتی که جوهر یا دیگر، بعد استفسار میکنه وقتی معناشو گفت، بعد میشه گفت که آیا معنای درست گفته یا خطا رو. اگر گفته باشد که لامکان گفتن من هدف این است که الله سبحانه و تعالی به چیزی نیاز ندارد و مکان او را احاطه نکرده است و اون نیاز با مکان ندارد، در این صورت معنا سلیم است استاد. درست. بله معنای سلیم است. آدمی که نماز. خوب دوستان عزیز، سوال هایی که اطراف درس امروزانه است من نمیخوانم، لطفا نرنجید، برای که من در اول شما را یادداشت کرده بودم که همه سوالا را نمیخوانم، تنها سوال هایی را میخوانم که اطراف درس امروزه باشن. شاید همه آدمایی که در مسئله همین نماز چه سوال میکنن، برای اونم بهتون گفتم مژده است. مژده این است که ما ان شاء الله هر هفته تقریبا 3 حلقه شاید میشه در نجم تیوی. شاید من اگه شما وقت داشته شما میبرنده باشه، خب با من برادر حاجی میرزا هستن اینجا، با معبدی هستن اینجا، با اونا شاید میبریم. همین چیزا ان شاء الله ما با نیت چی تشکیل کردیم برای اینکه مردم در حقیقت احتیاج دارن بس کسی که سوالشون جواب میده. استاد محمد علی قربان هستن اونجا، استاد عطاخان هستن، استاد ابراهیم هستن، دیگه هستن. ان شاء الله نیت کردگان همین مسئله تشکیل کرده میشه و هر روز در میان احتمال زیاد همین سوال جواب بشه برادرها نجم پیگیری کنه ان شاء الله. اینا با امروز ما که رکلامای مونده در کانال همین برای خاطر که کم مردم آشنا شدن با کانال، در رمضان هم خیلی مردم آشنا شدن ماشاءالله تعالی تبارک الله. و نیت ما رو همین است که مقصد مردم فرهنگ دینیش بالا بره، مردم مسجد دینی با فرهنگ شود، دین خودش داند، از عقیده خودش با خبر شود، از فقه خودش با خبر شود، چون که الله تعالی رو به شکلی پرترین عبادت کنه. و همین برادران خفه نشه ان شاء الله. فردا اینکه چی میشه، فردا سه شنبه است ان شاء الله یکمین برنامه سوال جواب تشکیل میشه. از این بابت یعنی استاد هر هفته 3 مرتبه خیلی درس هایی که ما داریم، درس هایی که مسلکی که درس میخونیم، یک کتاب معین عباره را شرح کرده میرویم، غیر این یعنی شما برنامه مخصوصی سوال و جواب دارین استاد؟ بله سوال جواب داریم، لیکن نه تنها من بلکه دیگه استادارم میبره اونجا.
من ممکن که یک بار میبرم برای سوجا، بعد دیگه دو کس دیگه، بعد دیگه روزو میبرم انشالله. خب دوستان، من بار دیگه تکرار میکنم سخن استاد. شما اگر اینجا هستین، من بدون روی ما کامنتری اگر نباشم، از خاطر من استاد این قطعه را میبرم میمونم در چیز. دوستان بار دیگه تکرار میکنم، تکرار مثلا خوب در یاد بگیرید. بار دیگر تکرار میکنم، از این به بعد در صحیفه نجم تیوی استادان تصمیم گرفتند که در یک هفته 3 مرتبه برنامه سوال و جواب کنند به طریق آنلاینی. شما سوال میتین، استادا سوال های شما را جواب میگن. از این خاطر آبونه شوین، همین پخش همین صحیفه نجم تیوی را برای رفیقاتان روانا کنید. شما میتونید آزاد سوال های خودتان از شخص های متخصص جواب های خودتان بگیرید. بله خوب، اینجا دوستا که من ببینم یک سوال اطراف عقیده باشه، درس امروزه استاد دوام میتیم، در غیری زیاد وقت شما را دیگه نمیگیریم. بله استاد درباره خب شفیع عیار گفت از گپ زنی. شفیع عیار از کو؟ میدونم یک زندیقی. همه آدم شفیع عیار بعضا در بین تاجیکستان مولی پروفسور گفتن معرف کردیسیم، پروفسور دکتر انسانی دانشمند. متاسفانه هستن نفرانی که از راست برادرش ما چند بار تاکید کردیم، برادر که همین سوال داده، ما با این برادر شیخ عبدالله تاکید کردیم که ما کانال ما نیت نداره به کسی مواجهه کنه، به کسی ضدیت کنه رو پور مساجم که یک سپیچ معنای کانال ما این معنی اونا داره که با یک از ما جنجال کنیم، که برامون اینجا محکوم کنیم. یارو اسلام نیست، مثلا یا برادری مسلمان این که من چیزی نمیشه، مسلمان غیر مسلمان برامون اینجا گرزن در آتش کار خوب نیست و ما این سیاست نداریم و ان شاء الله این سیاست پیگیری هم نخواهم کرد. یعنی که به کسی ما فقط همین چیزی هست در کتابو میفهمونیم برای مردم خدا جدا کنه گیره چیز حق است، چیز باطل است، چیز خوب است، چیز بد است. ان شاء الله عقل داره، همون تمیز داره، فرق میکنه بین درست و نادرست. اوناش کار شما است، که ما بیایم اینجا نام آدما رو گیرای کنیم. این که ما رو بسیار چیز مشغول میکنه با گپ کاری بیکاری بسیار میشه، برام نمیخوایم. استاد یک نفر سوال کرده است، گفته است تعویل معنایش کوچونیدن نیست؟ کوچوندن معنا نیست؟ گفته است تعویل. بله تعویل گفته است. یعنی که تعویل به معنی یعنی که به احتمالی از احتمال راجح به احتمال مرجوح رفتن است. یعنی که معنا دو احتمال داره، احتمال راجح داره، احتمال مرجوح. تکیه کردن به احتمال مرجوح یعنی که همین تعویل است. یعنی که باید بدله روی، یعنی که به احتمال اینکه مرجوح بدله رفتن درست است در تعویل، به دلیل رفتن اینجا غلط است. قولی درست گذاشته و قولی که شاذ است ضعیف است اون طرف رفتن. خب استاد دیگه اینجا سوال ها هم تمام شدن، شاید اون سوال دیگه بعدتر بیاید. من یک بار دیگر با اجازه شما اما اعلان میکنم. خب دوستانی که با ما هستین، من بار دیگر تکرار براتون میکنم، صحیفه نجم تیوی هم در یوتیوب، هم در اینستاگرام، هم در فیسبوک صفحه ها دارن، در خدمت شما هستن. در این صفحه جمع شدن بعضی از استادانی که خیلی سالهای طولانی چی در داخل وطن چی بیرون از وطن درس خواندن، تعلیم گرفتن. این استادان وقتهای خودشون جدا کرده برای شما خدمت میکنن. هدف از این خدمت برداشتن معنویات شماست، معلومات شماست، تا اینکه شما دین خود بهتر بیاموزید، تا اینکه شما عقیده خودتان، احکام خودتان، اخلاق خودتان با همون روش درست، روش پیامبر صلی الله علیه و سلم از خود کنید. از این خاطر از این به بعد تصمیم گرفتن برنامه سوال و جواب به طریق آنلاینی در یک هفته 3 مرتبه راه اندازی کردن. اعلان میکنن، اما هر روزی که همون هست اعلانش میگذارن. شما لطفاً پیگیری کنین، هر سوالی که دارین سوالاتون رو گذارین، استادا سوالهای شما رو جواب میگن. الله موفقتون گردونه. خب برادر به فکر معنای تعبیر من فهمیدم. بله یعنی که صرف لفظی از معنای راجحش و مرجوحش به دلیل باشدگر این تعبیر محمود میشه، اگر به دلیل باشه تعبیر مذموم میشه. بله خب همین از دیگه خدا شما رو موفق کنه برادر. من اگر شما تونید با ما اشتراک کنید در این سوال جواب خیلی خرسند میشیم، مثلا چون که شما با اسلوب جوانان آشناتر هستید
وقت باشد من استاد کو ببینم وقت هاش اگر موافقت کنم مشکل نیست ان شاء الله کوشش میکنم باشه. وقت ها موافقت کنن. بارک الله فیکم. سلامت باشید. بارک الله فیکم استاد. جزاکم الله خیرا. الله موفق تان. سلام علیکم.